سرویناز ناموس چیست؟ در شبکه‌های اینترنتی زنهای تاجیکی بی‌ناموس یا چیزی باور کنید همین گونه کامنتاری رو برای من اسکرین کرده روان کردن که مور اکتریسا یک دم گریه میکنه یک دم میخندی مختلف فهمیدیم. میگفتید که یک زمانی درباره تقسیم میراث در خونه‌تون جنگ جنجال بود و گپ و چپ بود. خودش بعد دیشه پیش پروردگار جوابش بگه فقط میگم کاش که اوچه هم میبود که خونه میدرامد، کاش که داده هم میبود که خونه میدرامد. اینا سری همه میمونند. روی مولتون رو بسیاری ها ایراد میگیرند. میگویند که یک بار پرسید همون سرویناز کل است. بله. میگویند که پری طاووس نفیس است به کس نرسد، عقل هم چیزی شریف است به هر کس نرسد. در یک معرکه من خودم با چشمانی خود شاهد گشتم که هنگام اومدن این دو سه سراینده یک بار تب شما که خوش بود یک بار تبتون گرفته شد. خیلی مایل زنها بخیل باشند، نه تا این درجه مردها هم بخیل باشند رفتار کنند بدن همین گونه‌شان ظلم کردند تهمت کردند چقدر چیزهایی که نبود از دلهای خودشان ساختند سخت رنجیدم و میگویم که مهاجران عزیز حجتاتون پر شده است و در آخر سال نمیدونید که چیکار کنید شخصی باورناک میکوبید. من به شما توصیه دارم انیختش من نه زبایدلو به شما توصیه دارم. دوستان عزیز با همه شما شرکت بخر رو توصیه میدیم. پس دوستان عزیز میتونید که برای رقم‌هایی که در روی اکران میگذاریم به معلوم مراجعه نمایید. بخ یک نفر شخصی غمخوار رو مقصد میتونه که کاری شما رو در یک مدت کوتاه حل نماید. شما رو از خط سرحد برده میگذارن، حجتاتون رو تخ میکنن و با منزلتون میرسونن. زنگ زنید بی‌طرف نباشید. دوستان عزیز چند روز پیش مدینه بانو را برای شما توصیه داده بودیم که مراجعت کنید 500 روبل برای اپا و خواهرایی که در این کار اعضا میشوند و از فابرلیک معاشهای کلان به دست میارن. زیاده از 100 نفر الکی در مدینه بانو رجیستر کرد صاحب 500 روبلی شید. شما را عین حال که ما را تماشا کردید مراجعت کنید با واتساپ مدینه بانو در مدت کوتاه کار یاد میگیرین و صاحب مبلغ‌های کلان میشوین. نگفتن آمد که تنها در این کار زنها را قبول میکنند. سلام دوستان، باوری دارم که خوبه. شما برنامه رازی ستاره رو فکر میکنم یاد کرده. اینک برنامه ما تهیه میگردد و منظوری شما میگردد و مهمون برنامه ما هستند بانوی هنر، اونایی که همگی دوستش میدارین. دیر با صحبت‌های شیرینش رو یاد کرده. سرویناز بانو یوسفی، خوش آمدید به برنامه رازی ستاره ها. خوش باشید. سپاس برای دعوت. تشکر که مهمانی برنامه ما شدید قبول کردید. ولی پیشکی میگم که وعده میدیم که سرویناز رو در برنامه نمیگیریم. امیدوارم. ولی یک برنامه خوش و خاطرمان و صحبت‌های عجیب و غریب پیشکش می‌کردیم. آماده؟ بله. سرویناز میگفتید که اولا که یک روز شما چگونه سپری می‌گردد؟ اولا پیش از آغاز کردن سخن و به سوال‌های شما جواب گفتم می‌خواستم که سلام خوش رو به کل انامین شنوندگان هموطنان عزیزم و انامین مخلصان عزیزم برسانم. و بعدا گفتنیم که صبح من یک روزی من از صبح صادق آغاز می شود که البته که خدا به شکر با یاد خداوند بعدا میخیزم و همین یک صبحانه آماده میکنم. البته صبحانه های یک تاجیکانه یا چگی یا اینکه از خوراک شیر برنج یا اینکه اوتالا باشد یا اینکه اردو باشد یکم چی آماده میکنم برای فرزندکانم. بعدا من پسرچم اگر که وقتم باشد خودم برده به انم مکتب میمونم. اگر که کار نداشته باشم به خانه میام. اگر کار باشد بعدا همین گونه از پای کار و زندگی میشوم. اگر وقت باشد ابید آماده یکم چی آماده میکنم، نباشد خیلی دخترچم وابسته میکنم و خودم با اساس زندگی میروم. اکثریت سرانده های نامداری ما در خانه خدمتگار دارند و خوراکشان همه وقت تیار است. چرا سرویناز خودتون دستتون رو به دیگ و طبق و کارهای آشخانه میزنید؟ راستی نمیخوام که خوراکی که میخورم یگان نفرای دیگر آماده کنند از جمله بیگانه ها. باور ندارید؟ نه باور نه. راستی من خدمتگار نمیخواهم کسی رو خدمتگار بینامم، زیرا که از این سخن خودم خجالت میکشم و کسی خدمتگاری کسی نیست. بیچاره‌ام شاید که یک محتاج باشد که در یک کس آماده یک کار میکند، ولی باید که ما با خدمتگارم اگر داشته باشیم مثل یک اپا خواهر یک معامله خوب داشته باشیم. بعدا من نمیخواهم زیرا که این خانه دیگر چیست، یک چیزی مخفی هست که نباید که آن سری مخفی را بیگانه ها بدانند. این فکر من، اندیشه من. تشکر. این نفرانی که دلسوز هستند و خاکسار هستند همین سخنها از اون دلشان میبراید. یعنی سرویناز دلش نمیشود که یک نفر رو
دوغ زند، جنگ کند، جنجال بردارد که چرا خوراک آماده نیست، چرا اونجا مقصد یک طرف کردگی نیست. در حقیقت احسن میگوییم خودتون یعنی که کدبانوی خانه هستید. خیلی من تعریف کردن دوست نمیدارم، به حد امکان میپزم. روزی میشود که مهیبانو میاد یکم چی میپزد پام، روزی میشود که دخترچم کدومی که وقت یافت. خمور دخترکی کلان شدگیست؟ علاقه 30 ینور 19 ساله میشود. اکثریت مادران یا که اولادان نمیخواهند که فرزندانشون تحصیل کنند. دختر شما تحصیل کرد؟ البته تحصیل میکنند در دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان به حیث اکونومیست پروگرامیست در انمون گروه های روسی. اصلا خودش دوست نمیدارد که در سوسیال نیست به نمایش برای که مادرش نمیخواهد. من از اول همین چیز رو که نمیخواستم، بعدا برای علاقه عادت شد و خودش علاقه کلان شده است، خودش هم نمیخواهد. گپ در باره مهیو رفت. مهیو به حد صدای خوب، صدای شیرین داشت و یک سرود خواهران رو همراه سراییده خیلی هم مردم شما رو دوست داشته بودن. چرا یک باره او ترک صحنت کرد؟ بعد از همین قدر مصیبت هایی که بالای سر ما اومد و نمیدونم به حدی بعد شکسته بد شد، زیرا که در آن خانه و زندگی میکرد، در آن حوالی مادری هم زندگی میکرد. خیلی میدونید که یک وقت چگونه خیلی بیمار بودند، خیلی خدا بشکر بهتر هستند و نمیدونم بعضی وقت هم زمان میکنن در خانه بود. یک وقتایی که میخواستم که همراهش با یکم دویت کنم، دوگانه کنم، لیکن نمیدونم از چی باشد که وای تماما به دل شکسته بد شد. خودش نخواست دیگر. میدونی چی، وای من یک انسانی هستم که باز تلاش میکنم، باز از جا میخیزم، میگم نه من گرچند که اگر که ریخته باشم باید که نشکنم، من باید به پیش. و نمیدونم وای چگونه هست که دلش نازکی بس هست که به حد زخمی است، نمیتواند خودش همین پیش رفتن. نمیدونم برای چی باشد، شاید که رو افتاده بد میشود که ندارد همین قوتی که تلاش کردن رو. شاید ضربه های پای در پای تقدیر رو شاید احساسش رو شکست. بله. سرویناز میگفتید که یک زمانی درباره تقسیم میراث در خانه‌تون جنگ جنجال بود و گپ و چپ بود، اون برطرف گردید یا که نه؟ من راستی گپ جنگ رو آغاز نکردم. میگن که از همه سخت‌ترین امتحانی که بعد از مرگ پدر یا مادر میگذرد، این یک امتحان بالای سر فرزندان است که برای میراث. برای من چیزی لازم نبود، زیرا که من اول خداوند خودش، بعدا من خودم همه اون خانه را به عهده گرفتگی بودم، نگاهبین میکردم. خیلی در وقتش مثال چی میکنن، مثال احترام نمیکنن یا که خوشتامان یا که مادر رو چی کنن. بگیم که اگر که هست نفرایی که خدمت نمیکنن یا که بعد از سرشون برای چیزی دنیایی که همونم به او خودش نصیب نکرد دیگر رو میجنگن. راستی من از آنجا تلاش کردم از اول. هر چیزی که ما میگیم خداوند از دلهای ما آگاه است. باور کنید خداوند خودش میداند که در دل من چی بود. من تنها برای 4 نفر تلاش کردم که خانه گیرم، که زیادی همسایه ما را اونقدر خانه هم ندادن، لیکن من تلاش کردم که 4 خانه گیرم. یعنی خانه شما رو چپا کردن؟ بله. خانه مادری شما رو؟ بله بله. بعد شما زمین گرفتید، خانه گرفتید؟ نه، ما در عوضش همه خانه مادریم که به نام ما بود، همش که در من مادرم توفه کردگی بود. بعدا من 4 خانه گرفتم به همون نیتی که تقسیم کنم. خیلی بعضی میدونید که یک تای از کرین های ما که طاقت تاب نآورده علاقه جنگ و جنجال گرفت و هر روز نویس و من راستی میتوانستم که خانه و در همش به نام ما بود، من حقوق داشتم که ندهم، لیکن من راستی تلاش نکردم، عصبی وای نداشتم دیگه کتیبه بحث کنم. بگذار خودش بد دیشه پیش پروردگار جوابش بگه. میگن که بد کردی بخت کردی، نیک کردی بخت کردی. من تلاشم نکردم. راستی گفت که نگذاشت که من همین خانه را انا امروز که خانه علاقه تحت 1-2 ماه پس آماده می شود، نخواستن که به خرسندی من هر یک کلیدهای همون خانه را با اونا سپاریدم. خیلی اون با جنجال علاقه ما یک نیمه کردیم و توکلش به خدا. یکی به این 3 نفر دیگهش که یک تاش اکم که تماما خیلی چی بگم و عموما در شهرهای روسیه است، یک امور رنگی مثال چی بگم که اگر گویم که یک فعل های روسی را هم گرفته است خطا نمیکنیم و همونجا همیشه دیگه به خاطر خداوند، به خاطر امین مادرم من یک تاشه برای او گذاشتم.
یک تاشه برای مهیبانو، یک تا دیگه‌ش برای دادرچم. من همه‌شا گفتم که همین خانه ها رو من تلاشم همین 4 تا برای شما بود، زیرا که من با دعای مادرم الکی صاحب خانه و در خدمتم شدم، همه اونجا هم در آمدم. من همه چی دارم، هیچ کم بدین ندارم، فقط همین که یک همون زخمی که میزدین همون میمونده است، باقی همش میگذرد. برای من یگام چیزی این دنیایی لازم نیست. من همین قشا فهمیدم که از همه قیمت ترین برای انسانی بشور، برای انسانی وجدان داشتگی، این نزدیکانشه. باور که من اینم خانه نوام در آمدم، خانه میدارم همین خانه واسه کلان، حقیقت میگم کاش که اوچم میبود که خانه میدرامد، کاش که دادرم میبود که خانه میدرامد. اینا ای سری همه میمونند. باور کنید فقط سخنی خوب، عملهای نیک همه باقی میمونه. تمام. افسوس که ایره نه هر کس درک میکنه. احسن میگویم. سربناز بانو، شما ایمیجی خود رو تماما دیگر کردید ولی نظر مردم تماما دیگر است. میگویند که حجی بیبی شده اید و حالا هم روی صحنه هستید. همین فکری خودتون رو میگفتید. تو جای میدونم این گپ غلط است. برای چی که انسانی که صدقاً انسان بشناسه، انسانی که اگر مخلصی ما باشد، اونا الله که درباره من میدونن، میجوین، میکنن. خیلی زیادی قضاوت دوست میدارن مردم ما، اکثریتش نمیدونن وای گناه چگونه است، در دل انسان چگونه است، رفتارهای او چگونه است، عملهای او چگونه است، کردارهای او چگونه است، قضاوت میکنن. و قضاوت که از ما نیست، تنها برای ما پروردگار بود که ما رو قضاوت کنه، گوید که کی جاش که جای چی است. بله. ما حقوق یک کس یک چی گفتن نداریم. لیکن نه، من حاجی شدگی نیستم. با فکرم که آرزوی هر یک انسان، هر یک فرد مسلمان است، لیکن من تا حال با آن خانه خداوند نرفتم، به خاطر که میخوام که هست آن حرکت ها و هست آن رفتارهایی که باید اصلاح کنی، با اونجا سفر کنم. این نیت شخصی من است. من به عزت نفسی کسی نمیرسم و خداوند میگم که همون لحظه ای که اگر که نصیب کنی که من اونجا بری، زندگی من با کلان عوض نماید. بعدا نصیب خانه خودش کنم. بعد از زیارت خانه خدا در صحنه میمونید؟ البته که نیت رو ندارم، به همین خاطر نرفتم. تشکر. به خدا خواهد که روز این آرزو عملی میگردد و سربناز حتما زیارت میروند. شما رو در کارهای خیر زیاد دچار میشویم. اصلا با خواهش دل خود میروید یا که اون کس شما رو مجبور میبرد؟ خیر که مجبوری نیست. اگر خیر که مجبوری باشد اون الکی ریا است، خود نمایش است. من باور کنید بعضی نفرایی هستند که اگر یک روز سخنی سخت نگویند، یک روز یک عمل زشت نکنند، بیمار میشوند. ولی من اگر یک روز یک با چنین اندازه گندم اگر یک نیکی نکنم، من بیمار میشم. باور کنید. یعنی برعکس. با خدا، این خداوند خودش میداند، از دلهای ما آگاه، هیچ جای مجبوری نیست. مرا در کار خیر اگر باور کنید یک اشاره کنم میده و میرم. اگر که چنین امکانیت خودم زورم رسید کمک میکنم، اگر نرسید آن چیزی که از دست من میبید من میکنم. تشکر. احسن. در واقع چندین مرکه خیریوی بود و در اونجا سربناز با ترانه‌های دلانگیز همه اون کودکان یتیما رو خرسند کرده. باور کنید سرمان با آسمان رسید. ولی بسیاری‌ها فکر میکنن که این تنها با خواهش خود نبود، ولی امروز جواب خود رو شما الکی گرفتید. سوال دیگر، روی مولتون رو بسیاری‌ها ایراد میگیرن. میگویند که یک بار پرسید همون سربناز کل است یا اینکه موهای سرش ریخته است. همین رو چه اثبات کنید؟ درست نباشد شرمنده شویم. بود یک وقت بود که در یک زیر یک کامنتاری انیخ کلای میگه خیلی نمیدونم، خیلی مردم بیکار چه چیزا میگن. یک قصه اگر خر شونده باشید میگن که این باور کن به عقل باشد چرا بالای خر نشست، پس میفرماید این مگر به عقل باشد چرا بالای خر ننشست. همین گناه که گفتنی هم که در همه حالت همین انسان‌های بد اخلاق و بد رفتار و بد کردار و بد گفتار یافت میشوند که یک سخنی زشت میگویند. البته نه که ما باید راه افتاده نشیم، ما به اونها کمتر یک باور کنید زندگی جالب نیست.
اونا هم در کارند از زندگی ما. باور کنید میگویند که پری طاووس نفیس است به کرگس نرسد، عقل هم چیزی شریف است به هر کس نرسد. آقا خداوند عقلم به هر کس نصیب نمیکنه و به همون خاطر در پاسخ سوال شما میگم که من کل نیستم، به حد از خوردیم موی درازی خوش رو داشتم و تا حال دارم. خیلی کاشانای حسن علاقه میداند و حتی من سفیدی در موی خود ندارم تا حال. این از کی میراث مونده بود؟ نمیدونم، من سفیدی در موی خود ندارم. من تنها در یک سال یک بار به خاطری که رنگ سیاه رو دوست میدارم، یک امان خنایی هستند سیاه همون گونه رنگ میکنم به خاطر وای خودم، لیکن مویم تماما سفید ندارد، دراز است. ما اولادن مو درازیم، همه در اویله ما موی کوتاه نیست، موی کوتاه نیست. و من تنها بعد از مرگ مادرم دیگر نخواستم که رومال مکشم و خیلی لباسای محکم شرم میکنم. بخیلی و بدبینی در عالم شو بیزنس آنچنان به نظر میرسد که اگر که اراده مستحکم نداشته باشی یا میکشن یا از بین میبرن. شما چه خیلی توب میارید؟ بخیلی نه در تنها شو بیزنس تاجیکستان بلکه در تمام دنیا هست. لیکن ما باید همون یعنی مبارزه کنیم با جنجال، صحبت های قبیح، جنگ اندازی با هنری خود. باید دستاویزهای نو باید که ما انمین پیشرفت کنیم. تو من توکل ما به خداوند میکنم اولش، بعد من دوگانه باز نیستم، من بیهوده نمیشینم. اگر در یکم معرکه ما وا بخورم وا میخورم. من دیگر خیلی غیر معرکه، خیلی شیشتن و زیادتی رفت آمد کردن این چیزا وقتم ندارم. من برای چی که پیش از من مادر هستم، مگر یه لحظه وقت بیام قصه اهل بیتم میرم میشینم یک جای یک خوراک شام میخوریم، خوراک نصف روزه میخوریم. در دنیای اینترنت عین حال یک بحثی بسیار هم با مورد رفته شده است. بسیاری ها عقیده دارند که دیپلم در زندگی مهم است یا استعداد. شما همچون صنعتکار، همچون یک آدم عالمی فرهنگ کدومش رو بها میگذارید؟ دیپلم مهم است یا استعداد، تالنت؟ اگر که برای هنرمند اولین درجه استعداد خوب، استعداد خوب نه که اگر که در برابرش اگر که دیپلم داشته باشد با خوبتر است. لیکن من از جهت هنرم من دیپلم ندارم، ولی که من در دیگر دانشگاه مثال علم آموختم، ختم کردم، لیکن در ساحه‌های خود من کار نکردم. من مثال در ساحه ژورنالیستی کار فعالیت نکردم، در ساحه تماشا یعنی گمرکچی کار نکردم. در دل کی بود مرا امین پدر خود من مکتب موسیقی که پیش وقتی به نام ملکه صابر بودند همون ختم کردن، ربابچی، اکاردیون، در بخش پیانینو می نواختن. و چند روز پیشم در یک معرکه بودم، یک هم قشلاقی پدرم گفت که پدرت در انمون قشلاق و در انمون دیه ها گفت با آواز زنده گفت با اکاردیون توی ها را میگذراند. یالا که در وی من بود است، در خونی من بس. بله زیاد در عائله ما صنعتکار، ولی روی صحنه برآمدگی نیستم. من همین چند بار که بعدی که مرگ مادرم که من پدرم که یک سراغ رفته بودم یک کمتر پیش اومده یک زمزمه کرد. الان که رفتم که همین مثال چی هر یک اسباب های موسیقیش در همین خانه در روسیه همش آویزان است در یک خانه. برای همین قدر انا مثال پدری منم خیلی این استعداد از اول دو بوده است. راستیگه برای اگر که نفرانی که از هنر موسیقی دور باشند، برای اونها علاقه که خواهند که در کارخانه های دولتی کار و فعالیت کنند، البته که با دیپلم. ما هم در کارخانه های دولتی کار میکردیم، در وقتش به انمین دیپلم و کار قبول نمیکردن، البته که داریم به خود. لیکن استعداد شما امروز شما رو در صحنه به قول یک بانوی پرهنر، یعنی که مردم شما رو دوست داشتن. خدا بشکر. در یک معرکه من خودم با چشمانی خود شاهد گشتم که هنگام اومدن این دو سه سراینده یک بار تب شما که خوش بود، یک بار تبتون گرفته شد. سبب چی بود؟ ممکن در یگون وقت شما رو پدید کرده بودن به قول، یا اینکه کپتون گریخت؟ شما اصلا آدمی جنگره نیستید.
رستم جان میدونید چی؟ من انسان از روی وظیفه و از روی هنرش قبول نمیکنم، اعتراف ندارم. از روی خصلت و آدمگریش من در گفتگیم باز تکرار میشه، اگر تکرار هم شد میگم که هنرمند زیاد است، انسان کم است. هنر دارن لیکن هست هنرمندایی که همین یک آدم و آدمگری ندارن. این به یک شی همش نه. خیلی هست لحظه که یکم میداره یکم جو که مثلا یک توی محفل یک برادر میشود یا اینکه دوست میشه شناس میشود میداره تبریکاتی باور کنین بودن همه نفرانی که یک گوره نوازنده و همه میگریزن. خیلیش هم هست. پیش مدای خیلی نبود. همین یک مثال اپاراتور بود، همین نوازنده یک کس بود و 3 ساعت باید که خدمت کند. پس اگر که همین هنرمند واردی همونجا نشود خوی نخوی تو می نوازی. همین خیلی است. بله. همین نمیدونم چی دردی دارم بعضیش که یک هنرمند وارد میشود همه میگریزه. دیگه یگام کس در صحنه نمیبینی. حتی من در این بلندگویی کم که از اون میکروفونم گفتم که خیلی مرد زنها بخیل باشن، نه تا این درجه مردها را بخیل باشن رفتار کنن بدن همین گونهشان. و همین خاطر من کجای میرم محفل زیاد اول همین همراه هم نوازنده همش قریب میبرم که میدونم در اکثریت همونا همیشه هستن دارن که بخیلن. باور کنین خیلی الله که به همه معلوم است، الله که همه میدونن ایره و به همون خاطر از همون هنرمندایی که همون میبینم که یک وانمود میکنن که انسانی خوبن مرا خشم نمیاد. بعد من رو آدم که گپ میزنم هم خصلت دارم مرا نقص نمیبینن. همین خاطر از روی که شما روی راست گپ میزنید میگم بله شرطگوی هستید. بله شما رو شاید از همین جهت بله تشکر. ولی گپ درباره توی ها رفت یک نوز اکثریت آوازخوان‌ها رو میدونیم که مردم اونچنان در بیرون در کوچه صحنه دوست میدارن ولی همسایه هاشون اونقدر دوست نمیدارن. سرویناز رو چی؟ ما در کجای زندگی کردگیم باور میکنید تا حاضر قطعی همسایه‌ام در تماسم میرم معرکه‌شون در میاییم. این خانه‌ای که من در این حال که در نزد فرودگاه زندگی میکنم در نهم آشیانه باور کنین من خوشبخت‌ترین انسانم که فقط خانه نخریدم و همسایه خوب خریدم. یا اینکه خوبی از هر یک انسان خود شد. ما قریب هر روز یا در تماسیم با خالی یک گروپ هم داریم در واتساپ. بله میگه که امروز خانه فلانی یا اینکه زنگ میزنیم میگیم که وقت دارین که اگر پگاه یا که کی وقتون هست یک شکراب تاجیکانه کنیم یک قورتاب تاجیکانه یک آش کنیم خانه یکدیگر ما رفت آمد داریم. به هر باز یک چیز دیگه که من بعضی صبح میشود خوراکایی که تاجیکانه میکنم یکم چه از شیر پخته میکنم خانه یکم همسایه میسیم بعد همسایه میگه که نگاه کنیم و از دیها اومدگیم تا این چقدر خوابیم این هنرمنده سحر قدیدری ما رو گفته اردو هم میاره یا شیر برنج و خدا این یکم گپی بایش نیست. همسایه هم دیده است باشه میگم صدقه همه شما شما همسایه خوبم همه دلار که خصلت‌های ما رو میدونم خصلت‌های شما رو میدونم و خدا با شکر که شما رو داریم. تشکر. این البته از خاکساری خود انسان وابسته است. شما که انسان خوب هست که شما رو دوست می‌دارن. 25 اکتبر زادروز سرویناز بانو بود. همگی چشممون در اینترنت افتید و یک چیز دقت ما رو جلب کرد. میدونید چی؟ گریه سرویناز اونچنان صمیمی اشک ریختید که باور کنید ما هم حتی گریه کرده. چرا گریه کردید؟ به جایی که خرسند شدید. راستیگه آن چیزی که شما در زادروز من دیدید یگام تاش ساخته نبود. من زادروز دارم باور کنید لیکن آدم ها از صبح صادق می روند یگام جو آماده شوی یا اینکه یک تردد میکنن. من از روزی که مادرم از دنیا و برادرم گذشت جشن همین زادروزم خدا من دوست نمیدارم. اگر یگام خشته بار یگام دوستان خانه بیان حتما خیلی دسترخوان میکشم براشون لیکن اگر که نبیان خودم قید نمیکنم. من زیخ بدم خودم برای که هر یک زادروزی ما مادرم یک توفه میگرفت میورد یا صندوقش یا یک جا میورد الکی سحر قطعی مادرم میومد مرا تبریک میکرد. بعدا یکی دو درچه هم یک
SMS پیامک روان میکرد یک گپ داشت رئیسه زاد روزت مبارک امی گونه میگو وقتی در تختق شد ما رفتم بیدار کردن خیلی اول که دیدیم که در پشت دری ما انمون اپای نازنینی که خیرخواه که شما میدونیتون اپای نازنین جانی ما بعدا این زبایدلو زمانانجلی باز یک انمون با انیماتورها اومدن و پشت دری ما را وقتی که گفتن ماهای بانو درک شد گفتن که سرویناز همین جای خیراتش کنه بعد ما گفتن خیلی یک تبریک خودت سوز کن خیلی تبریک کردی استیان اومدن در پشت در بخیز ایجوخی من خواب بودم روز که خواب نیم یک بودم هست که یک زیخ میشد خوابش میبرد ساعت تقریبا یک 11 روز بود بعد خیستم من گمالا مامی خیلی کشیدم در سرمو من اومدم خیلی دیدم یک خوشحال شدم زبایل دیدم انیماتورو کتی همون خیستکو کتی اومدن من ندیدم که داخلی وای کی بود هنگامی که همین از روش همین دوی چی بیم همین مشکل بود همین چی بیم همین کشیدن دیدم اپای نازنین احساسات داده شدم همین رنگی گفتم که اکر همین خیال کردم که اوچم ده میخواد همون محبت دعوای احساس کردم به خاطر که اپای ناز در کاشانه حسن کار میکردن توی چندین سال من مادرم میبردم اونجا و مادرم قطعی به هر یک رابطه هاشان خوب بود مادرم یک موی سرش خیلی نمیکرد اگه پای ناز یک کم در یک زن خودش تازه و زیبایی رو دوست میدارد اوچم زیبایی رو دوست میداشت من همیشه میبردم یک موی سرش خیلی نمیکرد یک نگاه بین میکرد خودش پیش پای ناز میبردم پای نازنین میبردم همین چی رو من احساسات داده شدم همون نتوانستم خود داشته باور کنین نتوانستم خود داشته و رحمان میگم برای اپای نازنین که باور کنین من تماما همیشه انتظار نبودم سورپرایز کرد باور کنین در حقیقتا سورپرایز کرد برایم انا اون لحظه من وای احساسات داده شدم اشک من برای همون قبل که من فقط خاطرهای مادرم پیش رو اومدگی تمام هزاران چشم برای این نوار گریه کردن باور کنید سوالم بسیار شد لیکن من نتوانستم هر یک کس بسیار جواب بدم بعد حتی باور کنید همین گونه کامنتاری رو برای من اسکرین کرده روان کردن که امور اکتریسا یک دم گریه میکنی یک دم میخندی مخت نفهمیدین زندگی خود همین است ما هممون همین نقش آفریم و زندگی خودش یک صحنه است امروز ما نقشی ماما رو میآفریم یک از ماما میشود یک از بابا میشود مادر میشوید طفل میشوید همین خودش یک نقش است از خردی تا کلانش پیران سالی این خودش یک نقش است که زندگی یک انجام دارد آخرش لیکن من میگم که من ساخته چیزی ساخته دوست نمیدارم هر چیزی هست خودش است تشکر سربیناز بانو کودکی زمانی خودتون از امروزه کودکی زمانی امروزه چی فرق دارد با کلان فرق دارد بهت با کلان گمان میکنم که از همه فرق دارد میدونی چی بود تکنیک و تکنولوژی پیش رفتگی نبود لیکن مهر محبت بود حاضی باور کنید همه جا میروی اینترنت وقت نمیوان قطعی دیگه صحبت کنن هر یک از تلفن ها در دستش در یک کنج خانه مهر محبت هم رفتگی حتی باور میکنید یک لحظه‌ای میشود که زیر جا میداری چی خورده سیا نمیتسی معلوم میشه که چیزی اونا رو در پیشون میمونی خوردن میگیرن زیرا که خوششون در تلفن همین باور کنید یک زمانه اشتراکی فکر میکنم که در اکثریت خانه ها فرزندهای پدر و مادر با یکدیگر راست نمیآیند من نمیدونم از چی باشد همین تا چنده که همه چیز زمانه ترقی کرد همه چیز شرایط خوب شد همین مهر و محبت کم شد پیش این گونه نبود خیلی پیش این گونه باور کنی ما یک خوراک میکرد اوچم سحر کسی که همین بر وقت میخست خوراک دایران میکرد کسی دیر میخست نیست دیگه میگفتن خوراک یا که این سحر میشد خونه میخستیم اوچمون خیلی یک او کتی میشبید خزین وای بسیار خامیرین همه چیز قروزی محکم میشوه باور کنید شما یک وای میکنید میگفت ضرر خولین سحر قطعی نمیخیزین ما هم خیلی کلان شدیم بعد میخیزیم یک وای بود یک پیچکه انمی
алови очам буд болои як ташта авқот душиса як тарафаш дар чой ҳама пеши печкада ҷамъ мешидем пеши печкада ҳамамон анамон вай бовар ки ҳама сари як дастархон чӣ буда болои дастархонмон як коса авқот чой ё ин ки як варенӣ ё қанди сафед ки меҳру муҳаббат буд ҳозир бовар ки сари дастархонда мешини айнису ҳасиб айнису сир айнису бовар ки ва чизҳои анами ширӣ маҳсулотҳои ширӣ ҳамаи чи ҳасту шукргузорӣ кам меҳру муҳаббат кам ё ин ки як либоса мо қаси амин муҳайё апам буда мехе ки як либоса вай саҳар мактаб мерафт ман абед интизор мешидам ки кай меомад як чизакша норасоӣ доштам ҳамона пӯшум бовар кунӣ амихе калон шудем ё ки баъзе вақтам мешед муҳайё мара ин лаҳза тамошо дошта бошад ки ман ин сирраи кӯдакия фош мекунам ман кирта надоштам ман мехондум амин вай будам да амин нава как баъди хатми мактаб да буд ё ки баъди хатми мактаб ё ки дар ҳамун вай мешуд ки ягон байни ҳамсинфҳо ягон ҷо шиштам мерафти ҷамъоварӣ мешидем як маҳфилҳо мешид ба мектум як киртата те намедод бовар мекунӣ чӣ хеле ман мекардам ман ягон тиловориашона ягон киртаашона мебастуму дар ягон чӣ буд баъд вай буд агар бояд тамошо хонаи мо чорум ошонада буд аз дуюм этажо амин вай хонаҳои пеш як хеле як навис мекунам казирокам хеле чизо буда аз ҳамон боло мепартофтум либосоя медавидум мефаҳмадам либосоя дар хонаи ҳамсоя мепӯшидум мерафтум шумо бовар мекунед ҳамин лаҳзааш ҳама амин медони як хотираҳои хуб буд ҳозир кӯдакои ҳозира либос мехарӣ мебиёрӣ интихоб намекунанд ё ин ки саҳар мешавад ё ин ки нисфирӯзӣ ё ки бегонӣ мешавад якташ як хӯрока интихоб мекунад инахе аст фарзандои худам ҳаст масалан якташда ширбиринҷ мекунам абубакр мехӯрад бачам духтарам мега ки ман намехӯрам ман ба гречка шир кунед ё ки ман чаҷон намехӯрам ман шуда дигар хел вай кунед бовар кунед як хӯрока ин хеле дигар ҳозира кӯдакон намехӯранд аллакай таби ҳар яктаи уно фарқ дорад дигар аст албатта ки як фарқияти калон дорад баъд медонед чӣ мегуфтам ки дар хона ки вақте як ҷангу ҷанҷоли кӯдакӣ мекардем ё ки модармон ҷанг мекард мегуфтем ки вай тезтар шавад калон шавему ҳамамон аз пай зиндагимон шавем хона гирем равем ман ҳамин қаша фаҳмидам ки хушбахтӣ анамин ҷавдаи мо нафаҳмидем хушбахтӣ анамин хонаи падару модар хонаи анамин сари як суфраи модарӣ сари як суфра бо фарзандои падар будасту мо надонистем ҳар як чиза қадр кунед будагиша қадр кунед ки ҳаваси фардо як чизи дигаша нахӯред чизе ҳаст ба қадри анам рӯзуш бирасед сад афсӯс ки зиндагиро пас оварда намешавад барои мо инсонҳо ду зиндагӣ лозим аст дар яке омӯзем ва дар дигаре хуб беиштибоҳ зиндагӣ кунем вале худованд иро барои мо муҳайё насохт мо бояд дар як зиндагӣ ҳам таҷрибаи зиндагиро омӯзем ҳам бояд хато кунем ҳам ислоҳ шавем ва ҳам зиндагӣ кунем ташаккур саломат бошед сарвиноз шумо метавонед ки баҳри кулли он подписчикони мо ки аз модар дур ҳастанд 4 суруди модар замзама кунед бовар кунед дигар амин суруди модарам хонда доштам каме зихнешам гӯш карда доштам бовар мекунед дар ҷое ки як суруди модар замзама мешавад суруди фарзанди падар ман наметавонам хидмат дошта эҳсосота дода мешам рустамҷон акун мехоҳам ки ҳамин чизе ки аз хушишӣ то охир намехоҳам ман бовар мекунед қашимо суҳбат кардам сахт эҳсосота дода нашидам нахостем ки дигар ҳамин мухлисону тамошобинони ашки мара бубинанд чун мо ваъда дода будем ки намегирем баъд як чизи дигар ки баъзе нафарое ки мегӯянд ки саҳна баромадиянд дардат гузашт тамом шуд оча рафт фарзанди падар рафт не азизони дили ман дарди фарзанди падар дарди модар то охирон нафасе ҳастӣ ӯ ҳеҷ вақт ӯ захмҳо ҳеҷ вақт марҳам намеёбанд ва замоне ки сари чамбарак меравам вақте танҳо бошам аллакай ёди онҳост вақте ки сар ба болин мемонам хотираҳо бовар кун инсонро намегузорад ки ором бошад лекин шукрона мекунам
لیکن شکرانه فرزندکان میکنم، باید که زندگی کنم، برای که زمانی بود که علاقه همین روحیه فرزندکان ویران شده بود. اونا هم بیمار شدن، از غمی من، از گریه های من خسته شدن. به همین خاطر آنها را فکر میکنم و دیدم که لحظه که غم میخوردم بیمار میشدم، علاقه یک یاری تجلی فیلد میکردن، یا اینکه سهر خودم در بیمارخانه میدیدم، این به ضرر خود من است. به همین خاطر احتیاط میکنم دیگه. گذشتگی ما و شما را رحمت کند، جایشان جنت باشد و هیچ وقت هیچ چیز هیچ کس فراموش نخواهد شد. سروینوز، در اینجا سوال‌های به قول کاراتکی داریم و شما پاسخی عمیق باید گویید. سروینوز، حالا هم عاشقید یا غرور زن بودنتون شما رو عاشق بودن نمیگذارد؟ باور کنید رستم جان یک سوال دادید که میگفت که از عاشقی من با خبر بودید، حالا هم عاشقید. شما فکر کردید چی سوال دادید؟ یعنی که شما حالا هم عاشقید، من نمیدونم که شما حالا عاشق هستید یا نیستید، یا که غرور شما رو نمیمونه؟ نه غرور نه، عاشق زندگی ام. به خاطر چی بگم که علاقه انسان امین علاقه به عشق زندگی نمیشود و انسان سال سال نظرش به عشق دیگر میشود. غرور نه، چرا انسان باید که غروری نداشته باشد؟ سروینوز، ناموس چیست؟ باور کنید زیر این سوال بسیار یک باور کنید یک زیاد جواب‌های زیادی در بر می‌رود و همین میگویم که خواه زن و خواه مرد باشد، اگر ناموس نداشته باشد او رو زن هم حساب نامیدن خطاست، مرد هم نامیدن خطاست. خیلی پر است، می‌بینید که در شبکه‌های اینترنتی زن‌های تاجیک بی‌ناموس زیاد شدن، مردهای و خالقی همین بی‌ناموسان زیاد شدن و باور کنید میگن که اگر که انسانی که ناموس نداشته باشد یا که همین شخصیتی که ناموس نداشته باشد، باور کنید برای اون باور میکنم که زندگی هم حیف است. ناموس یک چیزی است که اون رو خریده نمی شود. بله. او رو با یگام پول با یگام چی خریده نمی شود. ناموس رو همون نفری که میفهمد که وجدان داشته باشد، ایمان داشته باشد. وقتی که از امان حبیبان خداوند چی میگن که از ایمان بالاتر چیست؟ این اخلاق است. اخلاق حمیده است. وقتی که انسان اخلاق حمیده نداشته باشد پس چگونه ایمان دارد؟ میگه که خاطری شرم و حیا از برگ گل نازکتر است. شرم رو تنها در زن در مرد هم باید بینیم. شرم برای مرد و زن این ضرور است. ما با سوال خود پاسخ گرفتیم. در حقیقت ناموس 5 حرف است ولی یک دنیا زیر خود عباره های جالب دارد. سروینوز، زنی آرام است؟ من نمیگم که آرام ببد. فکر میکنم که هر یک آرامی بدش هم فکر میکنم این ساخته است، همین خیلی است. آرام های هستند که در درون خود امین بعضی وقت میشد که یک حالتی که نارامشان میکنند خودشان در درون خود میخورند. فکر میکنم تمام انسان در برابر آرام بودنش میشد یک حالتی که نارام میشد. از آن گونه که انسان های همین باور کنید بد و بد رفتار و بد اخلاق میشد که انسان رو از آرامش بیرون میکند. نه که با خودداری میکنیم همون لحظه در خودمون. بله. از پس شما هم گپ میزنم؟ از پس من؟ بله. از پس این قدر بزرگان گپ زدن پس ما کیم؟ میگن که پس پادشاه غیبت است. پادشاه تمامی باور کرد این قدر مثال آبادکاری کرد، این قدر پیشروی ها کرد، این قدر زحمت و مهنت کشید، پسش گپ است. پس ما کیم؟ بهود نمیگن که پس پادشاه غیبت است. بله. سوال دیگر، بدخواهی را میبخشد؟ خداوند بخشنده و مهربان است. با این قدر گناه ها ما باز هم امید بخشش داریم. پس ما یک بنده پرگناه چرا نه؟ البته. تشکر. از کسی رنجیده؟ در زندگی بله. گفته میتوانید یعنی که مخفی میمونن؟ همون نفرانی که از خیانتکارها نرنجیدم،
هیچ کم ندارد. خیانت کردن توکلشون به خداوند. لیکن از همون نفرانی که ظلم کردند، تهمت کردند، چقدر چیزهایی که نبود از دلهای خودشان ساختند، سخت رنجیدن و میگویم که خداوند هدایتشان کند، خداوند هدایتشان کند. خود شما کسی رو رنجونده؟ حدی امکان کوشش میکنم که کسی رو نرنجانم. میشود که یکم لحظه که یکم سخنای بد گفته باشم یا که یکم تهمتی به سر میاد، شاید که یک رنجاندنی حقیقت گفتم، نه که کوشش میکنم که هیچ کس نرنجانم. ولی اگر که نفهمیده یگان وقت باشد که رنجاندن باشم، من به خدا بخشش میپرسم. شاید که نفران دیگر من نبینم از پیش، لیکن اگر که ذره از من اگر یگان نفرایی باشد که نفهمیده رنجیده باشند، من بخشش میپرسم. بخشیدن این کاری عیب نیست. چون آخری سال است، من فکر میکنم که بخشیدن سربناز بسیار خوب میشه. خداوند بخشنده و مهربان است و بخشندگان را دوست می‌دارد. خدا خواهد بعد برنامه ما پشت در سربناز همون نفرانی که رنجیده بودن میآیند و با شما شاید سرپرایز کنند. شاید، امیدوارم. با یک پیغام شما میتوانید که یعنی پیغام شما در همین آخری سال این سرود زمزمه کردن برنامه را حسنی انجام بخشه. خیلی سرودها زیاد هستند و کوشش میکنم که اون سرودها رو شما در سال 2025 مثلا گوش کنید. و یک سرودی که از استاد شادروان کشایف جرایف که از درای کمرا بود که من سراییدم، این علاقه از اون بود که چقدر من درای کمرا زیاد میرفتم، از یک مهربانی های آنها بود که من باید که همین سرودی درای کمرا رو باید که من در انمین درای کمرا با انمون نرمندای انمون ناحیه رشت ثبت میکردم. و از سببی که انمین ثبت آواز که برای من دیر از بین 2 ماه گذشت، باور کنید بعضی همین ثبت های انمین استودیو همین گونه هستند. یعنی که میگم که زوکالیزاسیون ها که زبط میکنی، ثبت میکنی موسیقی را 2 ماه دیگر از پس اونام میدهی و سرود هم میگیری. تا سرود به دست من آورد که الان این تابستان بود من این سرود ثبت کردم، تا سرود به دست من آورد که الان که خنکی شد دیگر، الان که موسمی طرف رشت رفتن، ناحیه رشت و طرف مثال غرم رفتن هم گذشت، همه باید که نشد. بعدا من این سرود در همین کاخ سروش ثبت کردم با همراه همین رقاصای نازنین و 4 مصرع از همین سرود زمزمه میکنم. از درای کمرا، از درای کمرا انار آورده می، انار آورده می، انار جان اناره، انار جان اناره. ای بالا می آیا بوی پلا می آیا، خونه را جارو بزنین، خونه را جارو بزنین. مهمونی نمی آیا، مهمونی نمی آیا، مهمونی نمی آیا. این دوامش یک آهنگ نو بود از ظفر کریموف و زیر قلم زبیدلای رشتی، چگونه که از این رنجیده میشناسید همون گونه بود. من پیوست کردم از سببی که زیاد محفل های طرف رشت میروم کمراب، به همون خاطر برای همون مخلصان آماده کردم. در سال 2025 شما چی نقشه جدید دارید؟ من از اول میگفتم و تا آخر که من نقشه نمیکشم، زیرا من نمیدونم که فردای من چی میشود. نقشه کشیدن رو دوست نمیدارم و فقط به یک امید توکل به پروردگارم کرده قدم میگذارم و عمل میکنم. تمام. بهترین. این حال ما رو از تمام دنیا تماشا دارند، خصوصا مهاجران زیاد تشنه انمی صحبت‌های شیرین شما بودند و زیاد شما رو هم دوست می‌دارند. با آنها چی پیغام دارید در این آخری سال؟ میگویم که در انمین بسری مردم تاجیکی من بسری انم غریب بچه‌ها خیلی یک مشکل‌های بود که در سال 2023 اومد و میگم که هیچی به حکمت نیست، راه افتادن نشوید. ما پروردگار داریم و گرچند تاجیک رو میخواهند بشکنند ولی
توجیک انشالله که نمیشکند و شکست همین ناپذیر است. بله و همین گونه میگویند که تاجیکستان به پیش هیچ گونه راه افتادن نشوید. ما همیشه و گمان میکنم که اهل پدر و مادر، اهل دوستان، اهل مردم مسلمان دعاگوی شما هستند و خداوند کند که در سال 2025 همه آن مشکلی ها پس سر شوند و شما باز هم به پیش شوید، موفق باشید و خداوند شما را نگهبان باشند و زیاد از پیشروی های و دستگیری های ما، دستگیری هایی که به ما میرسد و پیشروی های مردم ما از شما بچه های غریب هستند هیچ وقت راه افتاده نشوید. انشالله روز می شود که همه در انمی وطن عزیزمان جمع می شویم و این همه سختی ها پس سر خواهد شد. تشکر و مهاجران عزیز با دقت شما میرسانم که در حدود شهرهای روسیه این حال یوتیوب کمی برای دیگران محدود گردیده است، یعنی که نمیتوانند که نوارهای ما رو تماشا کنند و شما یک توصیه خرد دارم VPN کچت کنید و حتما در تلفنی خود نصب کرده با یوتیوب کانال مهراب رو وارد شده برنامه ما با اپای سروینوز رو تماشا کنید و نگفته نماند که صحبت گرم و صمیمی ما با اپای سروینوز بانو در استودیوی امان پرو برگزار کردید. پس شما میتونید که با این استودیو اومده عکسای دوستان بسیاری ها در جستجوی کانال بودند که کانال آموزشی امروز برای شما یک کانال اکادمی را توصیه می‌کنم که نوارهاش به‌نهایت جالب است. شما در مدت کوتاه زبان انگلیسی و دیگر نوع زبان‌ها رو تسترک یاد می‌گیرید. اینم که سیلکای موندگی بدروین ابونه شین بهترین کانال سویتی خوب تو می‌تونم که این نوارهای کردگیش پشیمون نمیشین. کانالش فقط ویدیوهای جالب درباره چیزای گرم میزنه که باور کنید راحت میکنید. خودم پس یعنی ویدیوهای بچه‌ها تماشا میکنم. مرحمت برای شما توصیه می‌کنم بدروین پادپیسات کنید. بهترین کانالی خوبه.